الرحمن الرحیم. برادر عزیز جناب ماب رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، بزرگوار عزیز ما، حضار گرامی، دوستان عزیز، دیپلمات های مقیم تاجیکستان، افتخار بسیار بزرگ داریم امروز تا ساختمان را افتتاح میکنیم. ما وزارت ما، برادر عزیز ما رئیس جمهور تاجیکستان که با هم یک جای سنگ نهادیم، بنیاد گذاشتیم و خوشحال هستم از اینکه هر دوی ما همچنین در کابل افتتاح سفارت تاجیکستان که بنای زیبا و مقر زیبای بود در دامنه تپه بی مهرو افتتاح کردیم. یادم هست درست 2 سال قبل ما و جناب ماب ایشان یک جای در همینجا بنیاد تهداب سفارت جدید افغانستان گذاشتیم. اگرچه این بنای جدید یک سنگی کوچک است در روابط سخت قدیمی و تاریخی بین دو کشور، در روابطی که در دل تاریخ نهفته است و ریشه هایش عمیق‌تر است و شکوفه هایش به نظر میرسه ریشه هایش نه. بسیار خوشبخت هستم که ما در کشور دوست، همسایه، همزبان، همدین، با مشترکات بسیار فراوان فرهنگی و زبانی و تاریخی رهبریت داریم که روابط افغانستان و تاجیکستان به ترتیب رقم زدن که از بهترین روابط بین ملت هاست. رئیس جمهور آقای امام علی رحمان از برکت دوستی و حسن روابط شماست و کوشش شماست که افغانستان امروز صاحب سفارت است و بهترین رابطه دوستی را با کشور دوست و برادر و ملت عزیز تاجیکستان دارد. افتتاح سفارت امروز با مردم افغانستان و با مردم تاجیکستان مبارک میگم و آن دعوت میکنیم از جناب رئیس جمهور تاجیکستان تا با سخنان عالی خود در حقیقت سفارت اینها افتتاح کنند.